کارت زرد یک هشدار است. داور در واقع میگوید قوانین را شکستی. اگر دوباره این کار را بکنی، اخراج میشوی. هر بازیکن آن احساس را میشناسد. وقتی کارت بالا می رود، هشدار واقعی می شود و اگر آن را نادیده بگیری، کارت سرخ بیرون می آید. هیچ بحثی نیست، هیچ فرصت دومی وجود ندارد. بازی تمام است. اما این کارت زرد فقط درباره فوتبال نیست. این کارت زرد هشدار خداست. گناه یعنی همین، شکستن قوانین خدایی که تو را آفریده است. یعنی به خدا بگویی من به تو نیاز ندارم و پیامدهای آن ویران کننده است. کتاب مقدس در افسوسیان فصل 2 میگوید که گناه ما را از نظر روحانی مرده میسازد، نه زخمی، نه لنگ، بلکه مرده. اما خدا، وقتی ما در گناه خود مرده بودیم، خدا وارد بازی شد. عیسی به جای ما وارد میدان شد. او زندگی بیگناهی داشت و مرگ یک گناهکار را پذیرفت. سپس 3 روز بعد اتفاقی شگفت‌انگیز رخ داد. او از مردگان برخاست و به عنوان قهرمان جهان قیام کرد. اکنون تو به این کارت زرد نگاه می‌کنی. هشداری درباره جدیت گناه. هشداری که اگر هیچ چیز تغییر نکند، این کارت زرد به کارت سرخ تبدیل خواهد شد. جدایی ابدی از خدا. حالا سوال ساده است. با این کارت زرد چه خواهی کرد؟ می توانی آن را نادیده بگیری و به زندگی بدون خدا ادامه بدهی؟ در این صورت کارت سرخ در انتظار توست. یا می توانی به سوی عیسی بازگردی، کسی که کارت سرخ را به جای تو گرفت. توپ جلوی پای توست. انتخاب روبروی توست. اکنون نوبت توست. انتخابت چیست؟